یک دختر سوال داده است که من گاه نماز میخوانم گاه نماز نمیخوانم، گاه پدرم نماز میخوند گاه مادرم نماز میخوند. این نماز نیست. اسلام در ولی بعض شما هم بده فقط بامداد میخونده، انشاءالله بامداد علی فقط بامداد نماز میخونه تمام، 4 وقت دیگر نماز نیست. بعضت فقط نماز جمعه میرفته، جمعه علی جمعه بوی فقط جمعه، هم نماز جمعه میرفته خدا خواهد نماز جمعه میخونه تمام. بعض با آدمایی که عید علی فقط نمازی که عید میشه 1 سال نه 1 بار، این نماز نیست. والله قسم به خدا که این وای هونیس میشم من. کسی که 5 وقت نماز نمیخونه، فقط بامداد میخونی، فقط پیشین میخونی، فقط عصر میخونی، فقط شام میخونی، فقط خفتن میخونی و این نماز نیست، تو بنده خدا نیستی، تو بنده همون ملعون شیطان هستی. شیطان به یک آدم همراه میشه، راه میبراید سفر دشت قزاقستان میره، شب ساعت 12 شب میشه، او جوان میگه لباساشو کشیده خواب میره، میگه شیطان میگریزه، میگه کجا میگریزی؟ میگه بنده خدا. همونجا میگه شریک شده اومدی. من میگه من بی تو بدبخت من نمیدونی من شیطانم. من 1 مرتبه فرمان خدا را نکردم. خدا گفت که استعذ بالله فسجد الملائکه کلهم اجمعون. گفت که همون به صورت فرشته بود ولی شیطان نبود. گفت که همه سجده که گفت من نکردم، از درگاه خدا رانده شدم 1 بار فرمان خدا نکردم. تو در 1 روز 5 بار نکردی، مبادا بلا مده نظر در کثافتی تو منم هلاک شم. میگریخته به نماز نه. برای همین انشاءالله خدا خواهد نماز خون شوی ارگینال شو. 5 وقت نماز در گردنت فرضه، 5 وقت نماز پر را کاملا خونی بنده خدا میشه، الا آواره نشو. تو خدا فریب کنه نمیتونی. انشاءالله خدا قد شوی مسلمان شو. مسلمان باش از تصدیق جانی با میگومد، نه اقرار از تو نوک زبانی. مشو بنده نوک زبانی، مبادا که در دوزخ دایم نمانی. بنوی زبان مسلمان تو که تو مسلمان نمیشه. لا اله الا الله گفتی با زبانت، دلت الله یکیش نه، دلت محمد نه تصدیق نباشه، تو مسلمان نیستی. تو حالی تو اسلام قبول نکرده. حالی تو اگر کلمه شهادت لا اله ندونی و 5 وقت نماز خون شیم، نمازت قبول نیست، چون که یکم شهادت داده نه، یکم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی اسلام قبول کردی، کلمه شهادت دادی، گواهی دادی که لا اله الا الله نیست خدا مگر هم یک خداست، و گواهی میتیم که محمد بنده او خبرچی و پیغمبر است. گفتی 5 وقت نماز در گردنت فرض میشه. روزه ماه شریفی رمضان، زکات، حج. این حج 5 مسئله. ولی بعضی شنیده هستم بعضی به نمازم حج رفته است، نرو حج، همونجا هم رسوا نکن. اول تو 5 وقت نماز خون. وای حج رکلام نیست. ما حاجی گوانت خدا خود دنگر کرده. خیال میکنه که بالا دستاخون میبرارنم بالای خدا خود. وای نیت رفت حج نیست. وای فرض الهیه. وای رکلام نیست. وای فخر نیست. اومده تو کروتش عباد خدا خود. من حاجی گفتم. امروز حاجی هم یک سوال اومده است. حاجی هستن که میگه حج رفت آمده با زن و شور رقاصگی دارن در بین مردم. روز سیاه با هم حجت. تو حج رفتی خونه خدا دیدی، بجای عبرت چیدن توی امر با معروف کردنت، بجای خدا خود مردم و زنها را اختلاف در جامعه جمع نکردنت، امروز تو خدا خود رقاصه باریش هم نه سهریش گرفته ساده. این تو نه مسخره بازی اسلام یا برای رکلام. من خدا خود شما حاجیم گوان حاجی خدا خود پاکه در اونجا میبینی باید حاجیه. حاجی شدیم خدا خود ارگینال شو. 5 وقت نه بعضیش با جمعه نمیخونده. اما اگر رفته اونجا خدا خود گناه نال ناشی دچکا نال تمام سیاه کرد. من خواهده کن نه او دچکا خدا میدونه. حالی کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. یا من قدرم بلنده یا ای برادره یا ای برادره یا ای دادره، الله میدونه. تو خدا بهانته خدا جنتیم نگو. نه خدا میدند که جنتی که دوزخی. حالی پایلوش نماز خوندن درست است یا نه عزیزان من؟ پایلوش انشاءالله خدا خواهد نماز درست است. نمازی چی خدا خواهد؟ چون که پا عورت نیست.
خدا اگر عورت می بود در عورت داخلش میکردن. من از زنها را خدا خواهد بینید، زنها را عورتش نمازخوان باشد، زنها را کل بدنش عورته، کل بدنها الا وجه والکف والقدم. زنها را فقط 3 جاش عورت نیست خلاص. طبق امام اعظم رحمت الله علیه روش، کفای دستش، کفای پاش عورت نیست خلاص، ایلی تمامی وجودش عورت است. اگر زن دکتر رو ماچه پسیدگی خیلی بستگی موهاش کشال گردناش نیست، نماز کنه نمازش نماز نیست. 100 سال خونم الله قبولش میکنه، چون که بدنش پوشوندنش فرضه. شما هم فرضی تو در کجا است؟ از ناف تا زیر زانو محکم شدنش و ستر عورت رجل من تحت صورتی لا تحت رکبته. از این ناف تا زیر زانو را محکم شدنش فرضه. اگر از 4 یک قسمش کشاده شد نماز تا خدا قبول نمیکنه. پای لج فقط برای اماما مکروه گرفتیانگن علما، برای اماما که پیش میگذرن و یا انشاءالله خدا خواهد البته پای پاک است، معصیش است، مقصد از پای وی مردم قوم عقیبنگی نفرت نکنه و این مکروه است. به سلام ممکن نیست پیشوا باشی ریشتمون. کدام که در محله امام هستیم خدا خواهد ریشمون اول. 5 وقت نمازت باید با سله باشه، 5 وقت نمازت با چپون باشه، پاچککات محکم باشه. این آداب امامی است، این آداب اسلام عزیزان من. یک زن از شوهر نپرسیده خانه پدر و مادرش رفت، یا شوهرش گفت اگر حاضر برگشته نیایی زن نامد، من 1 سال شد زنی نو گرفتم یا طلاق میشانی، آیا طلاق میشانی؟ انشاءالله خدا خواهد کدام زنی که خدا خواهد انشاءالله شما شرطی طلاق هر نمود داره بچه عزیز، هر نمود داره. یکیش گفتی که مثال خونه تو برفتی شرط مونی اگر گشتن نیایی فلان گوی، اگر گشتن نیایی اجرا میشه. یا که خونه فلان چی ندرفتی، با فلان چی گپ نزن گفتی، فلان چی کدی ماشیش نه سوار نشو گفتی، اگر طلاق در پیش مونی سوار شو اجرا میشه. 1 تا میگومی، 2 تا میگومی، 3 تا میگومی، طلاق بازی نیست، نه که طلاق ان شاء الله. خود این زن خانه پدرش رفته است، حالا که جوان گفته است که اگر گشته نیایی من طلاقت میتیم. مخیلی نیکن گشته اگر باشد نیایی دیگر نیا گفته است، لیکن طلاق شدگی نیست، چون که نیت بچه طلاق نیست. اگر طلاق می بود طلاق میشد. این دیگر زن گرفته است، گفته است که آیا من این زن طلاق کنیم؟ اینه این دویم انشاءالله زن شما است. آدم ها دین زن نیفته گرنگ هم بیچاره، بیچاره دیم زن نیفته هر روز ما را شکایت میکنن که داملک روشی افتادی و خود زنی زنگین زنها قبول است. آیا زنی خود داغ چکار طلاق شمیتی؟ برای واقعی با خدا قد آیلا برپا که زندگی که جدا نخواهی 1 طلاق اجازت است خلاص. این 3 تا نگی در دهنت. سنت 1 طلاق است، 1 طلاق شکنی خدا قد نفارت 3 که خودش بعد جدا شده رفتن نگیرد. حاجتی 3 نگو، 3 که گوی زمین و زمان میلرزد. برادر عزیز این طلاق بدعی میگن، نه بدعت طلاق 1 باره پر دادن جواب زن است. اینا نکو سنی همین خلاص، چون که 1 تا که میگد 1 ماه بس میگد ممکن پشیمان میشه با گردنش میاد.